محمد یاسین 5 ساله به خانه تازه و پر عادت نکرده است. او درک نمی‌کند که زندگی او و برادر و خواهرانش تغییر کرده است. برعکس او شادی مدینه که چند روز پیش حتی پایافزال برای مکتب نداشت حد و کنار ندارد. مکتب میریم که پرگل نمیکنیم، لباسای نداریم، همانا بارانی در هفته میتونیم دیگه، اینترنت نمیریم، دوباره چمون میشینیم. پس از یک روز نشر گزارش رادیوی آزادی درباره زندگی زهرا و فرزندانش که در این واگن میزیستند، مردم زیاد به کمک او شتافت. در چند ساعت از جانب صاحبکاران و مهاجران و خیرخواهان پول یک خانه جمع شد. با مبلغ 15500 دلار برای او در مرکز حصار خانه 2 حجرگی خریدند. امید نبود دیگه، که جو امید نداشتیم. خیلی خدوان گفت دیگه با همین مردمی صاحبکار که مثل رحم ما را خورد، صاحب خونه کرد، مثل نیم یک روز دم صاحب خونه شدیم. نه بیگه ها وردن اینجا تامین کردن. زهرا از سنگینی شرایط و به خاطر نجات کودکان از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیمخانه سپارد. مسئولین به دلیل آنکه کودکان یتیم کل نیستند این درخواست او را رد کردند. حالا مقامات شهر حصار برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. از این روز کمیسیه مخصوص از طرف حکومت شهر حصار تشکیل شد برای حجتگذاری فرزندان سیفالله و زهرا و برای به تحصیل فرا گرفتن فرزنداش که در یک شرایط خوب خوانند، در یک شرایط نقص تحصیل آموزند. و با رادیو آزادی هم تشکر که بسیار هم انعکاسگر خوب شد که مثلا میتونه. تلفن زهرا امروزها پیوسته زنگ میزند. مردم از راه دور و نزدیک با هدیه و لوازمات ضروری برای روزگار مهمان این مادر میشوند. زهرا هم با چهره شاد و پرهیجان به ایست به خیرخواهان فرزندانش میnnت‌داری میکند. شما در رحمت اپا جان میشه هزار رحمت کن. مایل هزار رحمت کن، خدا نگهبان تو باشه. حالا یگانه خواهشش این است که جای کار پیدا کرده فرزندان را تأمین و صاحب علم کند. فرزندکم میشینیم، فرزندکم هم مثل مکتب اینترنت نمیسپارم، خودم نگاه میکنم، خود فرزندان میشینیم خانه ده یگانجا کار میکنم، مثل آینده خانن مثل صاحب یگان کسب شوند، رنگ خودم عذاب نکشه.